بسم الله الرحمن الرحیم. با تهیه این کلیپ آموزشی از سری جدید مجموعه آموزش‌های نرم افزار TNMyar از شرکت طراحان نویمدار در خدمتتون هستیم. این کلیپ اولی که خدمتتون ارائه می‌کنیم معرفی مختصری از موارد استفاده نرم افزار ECUKit است که خدمت شما عزیزان ارائه می‌کنیم. ابتدا نرم افزار ECUKit رو باز می‌کنم. بعد اینکه نرم افزار ECUKit رو باز کردم، اگر دقت کنین این بالا نوشته TNM ECUKit 5000 CBM به علاوه دیاگ 4004 به علاوه تیون و نسخه نرم افزاری که دارم رو اینجا نشون میده برام. و از روی این قسمتی که این بالا نوشته من میتونم تشخیص بدم که این نرم افزار من دستگاه TNM من، پروگرامر TNM من الان آپلاس فول هستش، یعنی 5000 CBM داره، دیاگ 4004 داره، دیاگ فول داره و تیونینگ رو هم، آپشن تیونینگ رو هم رو خودش داره. معمولا بعد از اینکه نرم افزار ECUKit رو باز کردیم، اولین گزینه‌ای که برای اینکه ECU رو بتونیم بشناسیم، چه روی خودرو باشه چه روی تستر، میایم شناسه ECU رو میزنیم. در اینجا ECU من شناخت ECU زیمنس 405 CF XU7 PTP یورو 4 ICCIM. روی این قسمت ECU کلیک میکنم و اگر دقت کنین گزینه‌های دیگه اینجا داریم که ICU، TCM، CNG ECU، CBM، CCN و غیره. و اگر که روی خودرو باشه میتونم تیک این آل دیتکت رو بزنم و تمام مجموعه‌ای که روی خودرو میتونه شناسایی کنه برام اینجا لیست کنم. اهم از ICN، اهم از ارزوزتون که حالا CBM یا FAM یا قسمت مختلفی که داره مثل MFT یا هر چیزی که داره رو اونجا بتونه برام شناسایی کنه. در غیر این صورت اگر این شناسایی که انجام شده باشه به خودش به صورت اتوماتیک شناسایی کرده باشه، اینجا هستش نشونمون میده. این قسمت مربوط به ECU یا ECM هستش، ECU موتور. این قسمت مربوط به ایموبیلایزر هستش که اگر با ECU موتور مچ باشن اینجا مچ اوکی بهم میده. و اگر قسمت ECU گیرباکس رو خونده باشه و ECU گیرباکس اتوماتیک داشته باشه اینجا بهم نشون میده نوعش رو. و اگر که ECU CNG جداگونه داشته باشه مثل ساکس 500 یا ECU دیگه ای که داشته باشه اینجا بهم نشون میده. و قسمت مختلف شبکه که اگر CBM، FAM و یا CCN، FN و نودهای دیگه ای که داشته باشه اینجا برام نشون میده. من روی قسمت ECU موتور کلیک میکنم، اوکی. اینجا قسمت مختلفی که میبینیم مدل این ECU رو داره بهمون معرفی میکنه. میگه مدل ECU زیمنس 405 CEF XU7 PTP یورو 4 و ICCIM هست و بوت هم کار 77 47 5201 و نرم افزارم نسخه نرم افزاریم کار 77 47 51 10 و نسخه کالیبراسیون هم YG 2024 0236 A هستش. ما توی تمام ECU های مختلف این قسمت بوت، نرم افزار و کالیبراسیون خیلی برامون مهمه و بایستی اینها رو یا یادداشت بکنیم یا دقت کنیم یا به مرور زمان حفظشون بکنیم. خب من تایید رو میزنم، میگه ECU که شناسایی کردم همینه، میگم بله همینه، درسته، تایید. و اگر که دقت کنیم دقیقاً متناسب با همون ECU که شناسایی کرده اینجا سخت افزار من رو چید، این دیوایس هم رو چید 405 پترول XU7 CEF PTP CIM یورو 4 و توی قسمت پایین توی قسمت بافر اینفو بافر سایز رو نوشته، ظرفیت دامپی که اینجا باز شده رو نوشته و دقیقاً متناسب با همون ECU که مشخص کرده اینجا دامپ خامش رو برای من چیده. زیمنس 405 XU7 PTP CIM یورو 4 CEF و دقیقاً خام همین ECU هستش که الان شناسایی برام کرده بود. و اگر من بخوام این ECU رو دانلودش بکنم و گزینه دانلود رو روش کلیک بکنم، دقیقاً این دامپ رو که اینجا براتون مشخص کرده روی ECU خواهد ریخت که حالا به دو صورت میتونم این کار رو انجام بدم. یک، بیام دانلود کالیبراسیون انجام بدم، کلیک راست کنم و دانلود کالیبراسیون به تنهایی و یا گزینه کلیک چپ رو انجام بدم روی این دانلود
که بیاد دانلود کامل برام انجام بده که من هر کدوم از اینها رو خواستم میتونم انجامش بدم. و اگر که دقت کنید توی تنظیمات قطعه من اگر برم میبینید که محتویاتی که اینجا داره نشون میده محتویات متناسب با نوع این ایسیویه که دامپ خامش رو الان اینجا توی قسمت بافر برام چیده. چون دامپ خام رو اینجا برام چیده، بنابراین دقیقا همون تنظیماتی که داخل این دامپ خام، حالا چه خام چه غیر خام باشه، اینجا بهم نشون میده. و چون دامپ ما خام هست اینجا نو اکسس کد و نو کیلومتره، 0 کیلومتر، کیلومترش زیروه. تایید رو میزنم. من اگر بخوام محتویات داخل ECU رو بخونم، ببینین به دو صورت ما میتونیم محتویات داخل ECU رو بخونیم. این ECU البته چون زیمنس هست، روی ECU های زیمنس فعلا داریم بحث میکنیم، میتونم روی خواندن از قطعه کلیک کنم و ایپرامش رو بزنم، قسمت ایپرامش رو برام بخونه. و اگر دقت کنی اینجا فقط ایپرامش رو داره برام میخونه، یعنی از اون دامپی که داخل خود ECU هست قسمت ایپرامش رو داره برام میخونه که کد سویچ و کیلومترش رو به نشون بده. ECU با موفقیت خونده شد و کد سویچ و کیلومترش رو باید خونده باشه. میرم توی تنظیمات قطعه، اینجا میبینم که کیلومتر داره 321,543 کیلومترشه و اکسس کد داره 4815 اکسس کدشه که اینجا اگر دقت کرده باشین به دو مدل توضیح داده. میگه اگر این ECU تو نرم افزار ایران خودرویی روش باشه کد سویچتون این خواهد شد 14815 D43 و اگر نرم افزار سایپایی روش باشه کد سویچتون این خواهد شد 4815 1871 23456 7. و اگر دقت کرده باشین چون این توی بافرمون محتویات ایپرام داخل ECU رو خونده و الان من اگر باز تنظیمات قطعه رو بزنم دقیقا محتویات داخل ECU قسمت ایپرامش رو بهم نشون میده. و اگر یک بار دیگه ببینیم اینجا رو خواندن از قطعه بزنم، توی خواندن از قطعه یه مشکلی که تمام کاربران عزیز داشتن این بود که وقتی که ریمپ میکردن عملیات خاصی انجام میدادن روی ECU و بعد از اینکه میخوندن میدیدن که اون تغییرات اعمال نشده و اینجا به مشکل میخوردن، در صورتی که تغییرات اعمال شده بود و روی ECU هم ریخته شده بوده. دوستانی که میومدن اینجا به مشکل میخوردن، مشکلشون اینجا بود که روی گزینه خواندن از قطعه اینجا کلیک میکردن، یعنی دقیقاً روی این قسمت داشتن کلیک میکردن، در صورتی که اصلا برای خوندن محتویات کامل داخل ECU روی خواندن از قطعه نباید میزدن. اینجا فقط قسمت ایپرامش رو میخونه و بایستی از قسمت بکاپ آلزیمنس که حالا بعداً توضیح میدم اقدام میکردن. و اگر که اینجا دقت کنین یه گزینه دیگه داریم به نام تیونینگ که من روی گزینه تیونینگ بزنم میره محتویات داخل ECU رو برام بخونه. سویچ رو باز و بس میکنم، خواندن از قطعه، تیونینگ، شروع میکنه به خوندن محتویات داخل ECU بابت حالا قضیه ریمپ و مواردی که انجام شده. منتظر میمونم تا تموم بشه. همونطور که میبینید حداقل بین حدوداً 8 الی 12-13 دقیقه طول خواهد کشید تا از طریق OBD این دامپ رو بخونه و همچنان ما باید منتظر بمونیم که ممکنه چندین مرتبه هم این قسمت پر بشه و خالی بشه تا زمانی که به اتمام برسه. این دقیقاً همون گزینه بکاپ آلزیمنس یا بکاپ آلزیمنس کن هستش. منتظر میمونم همچنان تا این قضیه تموم بشه.
همونطور که میبینید خواندن از قطعه به پایان رسید و دامپ رو اینجا برام خونده و اگر هر تغییراتی اعمال کرده باشیم، حالا هم از پاک کردن عرض حضورتون که غیر فعال کردن سنسور میلسوپاپ، غیر فعال کردن سنسور اکسیژن دوم یا تغییر دمای آب، هر کدوم از این تغییرات رو اعمال کرده باشیم الان بهمون درست نشون میده که حتی من برم تو جدولم اون چیزی رو که اعمال کرده بودم الان بهم درست نشون میده. و گفتم که دوستانی که تو این قضیه مشکل داشتن، مشکل از اینجا بود که میومدن از خواندن قطعه استفاده میکردن. خواندن از قطعه توی این قسمت فقط قسمت ایپرامش رو برای ما میخوند و برای اینکه بتونن کامل بخونن میتونستن که برن از گزینه اینجا بریم توی انتخاب قطعه OBD دانلود زیمنس و بیام اینجا backup all Siemens و یا backup all Siemens کن استفاده کنیم که اگر روی خودرو باشه و کن داشته باشه سرعت خوندن اطلاعاتش بیشتر خواهد شد. پس اینطوری میبایست من این محتویات کامل داخل ECU رو میخوندم که بدون مشکل ببینم داخل محتویات ECU از چه قراره. تایید رو میزنم، تایید. و محتویاتی که از ECU برای من خونده اینجا من میتونم ذخیرهش بکنم. اینجا این محتویات کامل داخل ECU هم میتونم ذخیره بکنم به هر نامی و هر جایی که دوست داشتم نگرش دارم. خب یک بار دیگه من شناسه ECU رو میزنم، شناسه ECU رو زدم، شناخت ECU رو برام اوکی. مشخصات ECU رو بهم نشون میده، بوت، نرم افزار و کالیبراسیون هم تایید. خب مجدد میرم تنظیمات قطعه. خب اگر که دقت کنیم بازم تنظیمات قطعه اینجا داره بهم نشون میده خامه. گفتیم که وقتی که ECU رو شناسایی میکنه دقیقا متناسب با همون ECUی که شناسایی کرده است اینجا دامپ خامش رو از محتویات از دامپ های داخل خود TNM برامون میچینه دامپ خامش رو. و اگر من بخوام برم ببینم کد سویچ و کیلومتر این ECU از چه قراره بایستی حتما خواندن از قطعه رو بزنم، قسمت ایپرامش رو بزنم و ببینم که محتویات داخل ECU قسمت ایپرامش چه خبره. صبر بکنم تا تموم بشه. تمام شد. ECU با موفقیت خوانده شد. مشخصات و کد سویچ ECU را می توانید توسط دکمه تنظیمات قطعه ببینید. میرم توی تنظیمات قطعه و اگه دقت کنید کیلومتر و کد سویچ هم رو اینجا داره بهم نمایش میده. این قسمت کد سویچ هم هستش و این هم قسمت کیلومتر هم هستش. تایید رو میزنم. خب یه مسئله اینجا میتونم طرح کنم برای اینکه بتونیم از کارهای نرم افزار یکم بیشتر آشنا بشیم. مثلا به این صورت طرح میکنیم که یک ECU دزدیده شده، مثلا مال خودرو، حالا پرایدی بوده، هر چیزی، و طرف خود راننده مراجعه کرده و میگه که آقا ECU مو به سرقت بردن و بایستی ECU جدید بخره جایگزین کنه. حالا بنا به قرارهای مختلفی ما این ECU رو قبلا خونده بودیم و ذخیره‌اش کردیم و داریمش. میگیم خب اشکال نداره برو یه ECU بخر بیار من برات جایگزین کنم. طرف هم میره یک ECU میخره و برمی‌داره میاره. حالا ما اینجا به دو صورت میتونیم این قضیه رو اعمال کنیم. یک، اگر اینکه این ECUی که جدیداً خریداری کرده با ECU قبلیش اگر یکی بود دقیقاً ما میتونیم محتویات قبلی که ذخیره کردیم بریزیم روی این ECU و بذاریم روی خودرو و بدون تعریف سویچ و استفاده از تگ نو براش خودرو رو روشن کنیم. و
اگر این که ECU جدیدی که خریداری کرده سخت افزارش با ECU قبلی فرق کنه، خب چی کار کنم؟ اینجا میتونم بیام فایلم رو باز کنم. حالا فایلم هر کجا که بوده، فایل قبلیم رو میارم باز میکنم. خب فایل قبلیم رو باز کردم و اگر دقت کنیم می‌بینید اینجا کد سویچ و کیلومترش و مشخصاتش با اون فرق میکنه، ولی خب سخت افزارش هم با اون قبلیمون فرق میکنه. میام اینجا توی عملیات کمکی ECU کپی کد سویچ زیمنس از دامپ به حافظه رو میذارم. یعنی فایلی که قبلا ذخیره کرده بودم رو باز کردم اینجا و کپی کد سویچ زیمنس از دامپ به حافظه رو فشار میدم روش، تایید. الان کیلومتر و کد سویچی که اونجا داشتیم الان داخل حافظه هستش. میام شناسایی ECU میکنم، شناسایی کرد ECU CEF و اینجا چون ECU ما زیمنس 405 XU7 و اون فایلی رو که من قبلا ذخیره کرده بودم 206 بود، پس بنابراین از نظر سخت افزار درسته یکی هستن، سخت افزاراشون یکیه، ولی از نظر نرم افزاری که روشه فرق میکنه ECU جدیده. پس بنابراین من باید بیام دامپ 206 هم رو انتخاب کنم، انتخاب تبدیل، مثلا رانا 206 CG 206 CIME4 تیری و رانا CGE این بودش. تایید رو میزنم، تایید. اگر دقت کنین این دامپی که الان اینجا باز کرده خام هستش، تایید رو میزنم. میام عملیات کمکی ECU بازیابی کد سویچ زیمنس از حافظه به دامپ رو میزنم. الان کد سویچ و کیلومتری که قبلا داشتیم توی این دامپ جدیده نشسته. میتونم برم توی تنظیمات قطعه ببینمش. یک FDC و 5154 کد کیلومتر، کد سویچ و کیلومترش هستش. زیمنس 206 پترول یورو 4 25 CGE، تایید. و اینجا میبایستی تبدیل زیمنس و بعد دانلود رو بزنم. ابتدا تبدیل زیمنس رو میزنم. تبدیل زیمنس با این مشخصات میخواین تبدیل بشه، میگم بله. منتظر میمونم تا تمام بشه و یه مطلب رو اینجا عرض کنم خدمتتون که توی این قسمت ابتدا فقط داره قسمت بوتش رو میریزه و بعد از اینکه تبدیل کردیم بایستی دانلودش کنیم. وقتی که دانلود انجام میدیم قسمت نرم افزار خودرویی یعنی سافتورش و قسمت کالیبراسیونش رو میریزه که ECU محتویات داخلش یا دامپش کامل بشه. ECU با موفقیت تبدیل شده است ولی نیاز به دانلود داره، تایید. و من الان دانلودش هم میکنم، دانلود، بله. توی این قسمت کالیبراسیون و نرم افزار خودرویش ریخته میشه. منتظر میمونم تا این قسمت هم تموم بشه. سویچ رو بسته، سپس بعد از 30 ثانیه آن رو باز کنید و گفتیم که توی مرحله دوم که دانلودش کردیم فقط نرم افزار خودرویی و عرض به حضورتون که قسمت کالیبراسیون رو برام ریخت. سویچ رو باز میکنم، شناسایی ECU انجام میدم.
زیمنس 206 پترول یورو 4 T5 CGE ICU CIM. گفتیم که حالا خودروی مختلفی حالا مثل پراید 206 هر چیزی که ممکن بود قبلا دامپش رو داشتیم و ذخیره کرده بودیم و ECU جدید گرفته بود. 2 تا حالت داشت من برای اینکه بتونم محتویات قدیمی که از ECU داشتم رو براش بیارم جایگزین کنم. یک، اگر سخت افزارشون با هم یکی بود و اینکه مستقیما همون نرم افزاری که داره رو دانلود کنم روش یا پروگرامش کنم، و دوم اینکه سخت افزار اون ECU فرق اگر داشت بیام قسمت اوکی بزنم، بوتون نرم افزار کالیبراسیون رو نشون میده. گفتیم میام دامپ جدیدمون رو باز میکنیم، دامپی که از قدیم ذخیره کرده بودیم رو، و اینجا تو عملیات کمکی ECU کپی کد سویچ زیمنس از دامپ به حافظه رو فشار دادیم و کپی کد سویچ انجام شد توی حافظه، و بعد از اینکه ECU رو شناسایی کردیم اومدیم روی قسمت بازیابی کد سویچ و بازیابی کد سویچ انجام شد. خب چند تا قلق از ECU زیمنس اینجا توضیح دادم بهتون که میتونیم بریم سراغ حالا ECU دیگه راجبش صحبت کنم. راجب ECU S100 بدون فلش ایران خودرویی یا سایپایی صحبت کوتاهی داشته باشیم. بریم ببینیم به چه صورت هست. من ECU رو تعویض بکنم. ECU رو تعویض کردم، یه ECU S100 بدون فلش سایپایی وصل کردم به تستر. میام شناسایی ECU انجام میدم. ببینین S100 پراید نو فلش انتخاب میکنم. اوکی، اینجا مشخصاتش رو نشونم میده. S100 پراید نو فلش، بوت، نرم افزار و کالیبراسیون هم. یک بار دیگه انجام میدم. ببینین توی این قضیه ما ECU S100 رو شناسایی کرد ولی هیچ تغییراتی اینجا توی قسمت سخت افزار و نرم افزارمون پیاده نکرد. یک بار دیگه بریم باز شناسایی رو بزنم باز ببینیم. S100 پراید نو فلش. اوکی، ببینین اینجا شناخته بوتمون KH H43M21، نرم افزارمون KH H43M225 و کالیبریشنمون MXGI TS21 تایید. و اینجا بازم تو قسمت دیوایس هم و تو قسمت ایپرام هم دامپ هم تو قسمت دامپ که اینجا تو قسمت بافر چیده شده هیچ چیزی تغییر نکرد. من اگر اینجا بیام این ECU رو دانلود بزنم، این آخرین گزینه‌ای که اینجا انتخاب شده باشه اگر دانلودش کنم میاد اینو برام دانلود کنه و ECU رو قطعا میپرونیم. دانلود رو میزنم. ECU از نوع غیر قابل دانلود می باشد. خب اینجا خوشبختانه هشدار داد و ممکنه بعضی وقتا ECU ها از نوع تقریبا مثلا CX48 CX34 شبیه هم باشن و دیگه اونجا اخطار رو نمیده، فقط تنها کاری که میکنه شروع میکنه برای ریختن دامپ و ECU رو میپرونه و چراغ چک هم دیگه نخواهیم داشت اونجا. تایید رو میزنم. یک بار دیگه بریم ببینیم. شناسایی کردیم S100 پراید نو فلش، تایید. مشخصاتش رو اینجا می نویسه، بوت و نرم افزار کالیبراسیون، تایید. و حتی اینجا هشدار هم میده ECU از نوع غیر قابل دانلود می باشه. تایید رو میزنم. و تنها راهی که من اینو میتونم انجامش بدم برای اینکه بخوام دانلودش کنم دانلود کالیبراسیون هستش. میام اینجا توی انتخاب قطعه میرم تو قسمت OBD دانلود، تو قسمت S100 میام اینجا روی S100 و میام روی قسمت S100 پراید نو فلش. اگر اینکه
ایسیومون آیکو نو فلش بود، یعنی ایران خودرویی نو فلش بود، بایستی روی گزینه پایینی کلیک میکردیم، ولی چون ایسیو ما استات پرایدی هست و استات نو فلش پرایدی هست، روی استات پراید نو فلش کلیک کردم، تایید رو میزنم، تایید. و اینجا هم اگه باز ببینیم که دیوایس هم تغییر پیدا کرد ولی دامپ هم هنوز تغییر پیدا نکرده و اگر دقت کنین اینجا گزینه ریختن برنامه هنوز غیر فعاله و من بایستی برم توی انتخاب تبدیل یکی از اینها رو انتخاب بکنم. خب حالا اینی که من میخوام بریزم کدوم یکی از این ECU از این دامپایی است که مناسب ECU من هستش؟ یه موقع هستش که یه بنده خدایی حالا زده ECU رو ترکونده و پرونده چراغ چکش رو و من چراغ چک ندارم. خب از کجا بدونم که این کدوم یکی از این دامپ ها هستش که من بخوام بریزم روی ECU؟ بهترین راه حل اینه که بیام روی برچسب خود ECU یا لیبلی که داره، روی اون معمولا قسمت رو خود برچسبه کالیبراسیون اولیه رو می نویسه و من از روی اون میتونم کالیبراسیونم رو مشخص بکنم. ولی خب این ECU ما چون سالم بود و کالیبراسیون رو داشت، یک بار دیگه بریم ببینیم که کالیبراسیونم چی بود. استات پراید نو فلش، کالیبراسیون رو من MXGI-TS 21 تایید. میام اینجا توی انتخاب تبدیل MXGI-TS 21 رو اینجا دارم، ولی اگر نداشتم بایستی متناسب با همین کالیبراسیون هم خانوادهش رو انتخاب میکردم. مثلا MXGI-TS 11 هم خانواده مثلا MXGI-TS 21 هستش، یعنی اگر من اینجا TS 21 نداشتم مجبور بودم TS 11 رو بذارم. و اگر دقت کنین اونهایی که هم خانواده هم هستن همشون با هم یکی هم، فقط دوتا معمولا رقم آخرشون فرق میکنه. توی آیکون نو فلش ایران خودرویی هم همون جوری است. من اگر این انتخاب کنم MXGI TS 21 رو انتخاب کنم، تایید رو میزنم و اگر دقت کنین گزینه ریختن برنامه برام فعال شده و اگر من اینو بخوام روی این گزینه کلیک بکنم مستقیما میره برای دانلود کردن و بدون هیچ مشکلی دانلودش انجام میشه که حتی برای قسمت‌های مختلف مثل ریمپ کردن یا تغییراتی که اعمال میکنیم باز هم به راحتی میتونیم این تغییرات رو بریزیم روی ECU. فقط بایستی دقت کنیم که دقیقاً متناسب با همون دامپی که شناسایی شده است هم خانواده رو انتخاب بکنیم. منتظر میمونم تا تمام بشه. خب سویچ رو بسته و بعد از 30 ثانیه رو باز کنم. سویچ رو میبندم و باز میکنم و میرم یک بار دیگه شناسایی کنم ECU رو. استات پراید نو فلش. اگر دقت کنین بوت و نرم افزار و کالیبراسیون هم همه چیز سر جاشه و به راحتی و بدون هیچ گونه مشکلی من تونستم این ECU رو دانلودش کنم. تایید رو میزنم. عکس برچسب روی ECU رو من میارم مشاهده کنید که منظورم کجا بود. این عکسی که مشاهده میکنید عکس لیبلی که روی ECU استات سایپایی هست و اگر دقت کنین اینجا دقیقاً MXGI-TP02 کالیبراسیون اولیه اون ECU بوده که روش مشخص شده و بعدی هم MXGI-TP05 هست روش مشخص شده و این هم باز پرایدی هست، یا این یکی که ایران خودرویی است و X4GI-2P17 هستش. یه سری ECU جدیدتر هستش X4GI-2P21 هست اینجا روی لیبلشون، ولی ما X4GI-2P21 رو نداریم و من اگر شخصی این ECU رو پرونده باشه چراغ چک نداشته باشه و من اگر خواستم این ECU رو احیا بکنم به این صورت میریم اقدام میکنیم، میام اینجا توی انتخاب قطعه
OBD دانلود S100 و گزینه آیکون و فلش رو انتخاب میکنم. تایید رو میزنم، تایید. و اینجا اگه نگاه کنین گزینه استات آیکون نو فلش انتخاب شده به عنوان پایه سخت افزارمون. میرم توی انتخاب تبدیل. الان اون عکسی که ما داشتیم X4GI2P17 بود. بریم ببینیم X4GI2P17 رو داریم اینجا؟ نداریم. X4GI2P17 اینجا ندارم. X4GI2P21 هم گفتم یه مدل ECU هست که اینا خودرویی هستش که باز دامپش نیست و من اینجا باز اون رو هم ندارم. خب پس من الان از توی این دامپ هایی که اینجا دارم کدومش رو باید انتخاب بکنم؟ گفتیم که میایم دقیقاً بایستی هم خانواده اون دامپ رو پیدا کنیم، هم خانواده اون کالیبراسیون رو. X4GI2P20 هم خانواده دقیقاً همون کالیبراسیونی هست که ما الان عکسش رو داشتیم و 21 که عنوانش کردیم. نگاه کنید MX4GI2P20 داریم دیگه، MX4GI2 نداریم اینجا. ببینین دقت کنین و مدل های مختلف هم خانواده مختلف دیگه ای داریم. پس تنها هم خانواده اون کالیبراسیونی که داشتیم MX4GI2P20 هستش که اینجا من MX4GI2P20 رو انتخاب میکنم، تایید رو میزنم، تایید. و اگر نیاز داشتم به ریختن برنامه میتونم به راحتی ریختن برنامه رو بذارم. ولی اینجا یه مطلب خیلی مهمه دیگه من اشاره بکنم. از قسمت ECU S100 تموم بشیم بریم سراغ ECU دیگه ای. من اینجا توی شناسایی ECU شناسایی رو انجام میدم. ECU رو برام شناخت، اوکی. معمولا دوستانی که حالا بر اثر دانلود اشتباه یا ناقص یا هر مشکل دیگه ای که ECU رو میپرونن و چراغ چک نداره، وقتی که من اینجا دارم شناسایی میکنم یه نکته خیلی مهم بس دقت کنم اینه که این ECU آیا نرم افزار و کالیبراسیون ندارد یا فقط کالیبراسیون ندارد. معمولا اگر نرم افزار و کالیبراسیون رو نداشت باید آیسی فلش کاشته بشه و ادامه قضیه‌های نرم افزار دامپ آیسی فلش خارجی براش نصب کنیم. اگر این که فقط یعنی بوت و نرم افزار داشت و فقط کالیبراسیون رو نداشت، ما میتونیم به راحتی بیایم یه دقیقه هم مطابق هم خانواده که رو اون برچسبی که رو خود ECU بودش بیام اینجا هم خانوادهش رو برم اونجا توی انتخاب تبدیل پیدا کنم و اگر دقت کنین توی اون قضیه به این صورت مینویسه، بوت رو مینویسه، نرم افزار رو مینویسه و کالیبراسیون جلوش خالی میذاره و تایید رو میذارم. میرم اونجا دقیقا مطابق همون کالیبراسیونی که داشتم میتونم هم خانواده‌اش رو انتخاب کنم و این ECU رو دانلودش کنم که ما الان اون عکسی که اونجا دیدیم X4GI2P20 بود، 2P17 بود که چون مدل اون هم خانواده‌اش فقط تنها چیزی که اینجا داریم MX4GI2P20 هستش که تایید رو میزنم و اگر فقط کالیبراسیون نداشت ریختن برنامه و پس از اون ECU سطح احیا میشه و میاد بالا. و اگر اینکه نرم افزار و کالیبراسیون با هم نداشت بایستی حتما آیسی فلش بکاریم. بریم یه ECU دیگه بیارم، یه ECU ونو JCO4 بیارم. یه ECU ونو JCO4 وصل کردم. توی ونو JCO4 یه شناسایی ابتدا بزنیم. ECU رو شناخت، ECU ونو 206 JCO4 کول استارت، اوکی. مشخصات نرم افزار و کالیبراسیونش رو اینجا بهم نشون میده. همینه، میگم بله همینه، تایید. اگر دقت کنید دوباره دقیقاً این همون مطالبی که قبل توضیح دادم، دیوایسش شد 206 JCO4 تک سنسور کول استارت و متناسب با اون دامپی که داخل ECU بود اینجا دامپ خامش رو برای من چیده، JCO4 کول استارت تک سنسور. توی این ECU معمولا بعض وقت نیاز هستش که برای اینکه روی خودرو تستی انجام بدیم
این ایسیو رو نوکودش کنیم یا یه دامپ نوکود بریزیم برای تستمون. میام اینجا توی تنظیمات قطعه روی سلکت فلش اگر کلیک کنم 3 تا گزینه داریم اینجا. سلکت فلش S10F273 که مختص فلش داخلی میکرو هست و این شماره میکروشه. سلکت ایپرام رایت و سلکت ایپرام رید. من حتی اگر بخوام کد سویچ این ایسیو رو هم بخونم از طریق OBD میتونم به راحتی بخونم. میام اینجا سلکت ایپرام رید رو انتخاب میکنم. سلکت ایپرام رید تایید و خواندن ایپرام رو میزنم. ایپرام رو شروع میکنه بخوندن. سویچ باز بس کنم. خواندن ایپرام. ایپرام من رو خوند و میام اینجا تنظیمات قطعه. اگر دقت کنید اینجا کد سویچ رو داره بهم نشون میده. 5PH9 کد سویچ هم هستش. و برای اینکه بخوایم دامپ نوکود یا دامپ دیگه ای بریزیم روش و برای تستمون ازش استفاده کنیم میام اینجا توی قسمت Select EEPROM Write تایید رو میزنم و تایید. باز کردن فایل رو میزنم. توی باز کردن فایل میرم دامپ نوکودم رو انتخاب میکنم. بدون کد ولو 206 با ABS و بدون ABS. حالا من انتخاب میکنم اوپن. و چون اینجا توی تنظیمات قطعه اومدم اینجا سلکت ایپرام رایت رو زدم، اینجا گزینه پر کردن ایپرام برام اومده و من شروع میکنم به پر کردن ایپرامش. پر کردن ایپرامش هم به پایان رسیده. مجدد برمیگردم توی تنظیمات قطعه و اینو میذارم روی سلکت فلش. اگه دقت کنین اینجا بعد از اینکه دوباره گذاشتم روی حالت سلکت فلش دوباره دامپ اولیه‌مون رو برام اینجا چید. و یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره که بعد از اینکه هر عملیاتی روی ایپرام انجام بدم، چه ایپرام رو بخونه چه ایپرام رو بریزه، یعنی پر کردن ایپرام رو بزنه، پشت بندش چراغچه که ما میره. توی ولوها اینجوریه. حالا بعدش یه ایسی ولو S2000 رو هم نصب میکنم، اونم تست میگیریم میبینیم که باعث حتما بیایم این ایسیو رو دانلودش کنیم. ریختن برنامه رو میزنم که این ایسیو رو دانلودش کنیم تا چراغچه کش بیاد. منتظر میمونم. دانلودش هم تموم شد و چراغچه که من اینجا اومده و روی تستر ایسیو میتونم رله اصلی، رله پمپ بنزین و چراغچه هم و همه مشخصات دیگر رو ببینم. این ایسیو رو هم تعویض میکنم. یه ایسیو ولو S2000 میندازم. یه ایسیو S2000 انداختم، وصل کردم به تستر ایسیو. فقط تنها مطلبی که اینجا داریم اینه که من اگر شناسه ایسیو رو بزنم، این ایسیو اگر تبدیل شده باشد ممکنه 7-8 دقیقه 5-6 دقیقه طول بکشه تا ایسیو رو بشناسه. همچنان منتظر میمونم تا ایسیو رو بشناسه و چون این ایسیو تبدیل هم شده زمان خواهد برد. منتظر میمونم.
این ECU شناسایی شد. الان پراید 1300 است، نویمو تبدیل شده است از SLC و ساکس 500 ایموبیلایزر فن 90. یعنی ECU اصلش SLC CNG ایموبیلایزر دار بوده و تبدیل شده به پراید. اوکی، اینجا رو دقت داشته باشین، یه نکته خیلی مهم اینجا فقط وجود داره. اوکی رو میزنم، تایید. اینجا باز اینجا بهم میگه که میگه بیس این ECU SLC ساکس 500 ایموبیلایزر داره، یعنی SLC CNG ایموبیلایزر دار هستش و کالیبراسیونش اینه و تبدیل شده به پراید 1300 نوئیمو. تایید. ببینین این الان نرم افزار پراید 1300 نوئیمو روشه. دقت کنیم فقط اینجا تو قسمت بافرمون، تو قسمت دامپی که اینجا چیده میشه، ببینین الان بله که میزنم، اگر دقت کنین اینجا سخت افزارمون شناسایی شد SLC CNG ایموبیلایزر دار و اینجا متناسب با اون ECU با بیس اولیه این ECU PL4 SLC CNG ایمو اینجا چیده شد. یعنی دامپ من که پرایدی بود اینجا نیست و دامپی که الان چیده شده اینجا دامپ اصلی این ECU چیده شده و اگر من اینجا ریختن برنامه رو بزنم دامپ اولیه ECU دانلود خواهد شد روش. پس بنابراین باید دقت کنیم اگر خودروی اومد مثلا به عنوان مثال پراید اومده پیش ما و دقت کردیم دیدیم که SLC ساکس 500 یا همین SLC CNG ایموبیلایزر دار هست ولی نرم افزاری که روش هست تبدیل شده و پراید ریخته شده. پس من اگر اینجا ریختن برنامه رو بزنم مسلما این اولیه CNG ایموبیلایزر دار چیده میشه روش. پس میام اینجا توی انتخاب تبدیل بایستی مجدد همون دامپی که روش بوده انتخاب کنم، 1300 نوئیمو رو انتخاب کنم و بعد ریختن برنامه رو بریزم که مجدد همین دامپ پرایدی که روش بود روی این ECU ریخته بشه، تبدیل بشه. خب حالا اینجا دقیقاً متناسب با اون توضیحاتی که توی JC4 دادم اینجا هم داریم. میتونم بیام کیلومتر داخلش و اگر کد سویچش داشته باشه کد سویچش رو هم بخونم. میام اینجا رو قسمت Select EEPROM Read و Select EEPROM Write که داره، من الان میخوام محتویات داخل EEPROMش رو بخونم. میذارم روی Select EEPROM Read، تایید رو میزنم، تایید و خواندن EEPROM رو میزنم. شروع میکنم با خواندن EEPROM. پایان خواندن از EEPROMش خونده شد. میرم توی تنظیمات قطعه، کیلومترش 3 4 5 6 و کد سویچ نداره. اگر کد سویچ داشت اینجا کد سویچش رو هم بهمون نشون میداد. میام Select EEPROM Write رو میذارم. اگر خواستم دامپی بریزم روش یا EEPROMی بریزم روش، مثال میخوام EEPROM بی کد بریزم روش برای تست بدون کد پراید ولو EEPROM، تایید و پر کردن EEPROM رو میزنم. پر کردن EEPROM انجام شد و یه EEPROM بی کد ما ریختیم روی این ECU. اینجا دقت کنید که بایستی حتما توی تنظیمات قطعه برگردیم. گفتیم که اگر به EEPROM Read یا EEPROM Write عملیاتی انجام بدیم از طریق EEPROM Read یا EEPROM Write، چراغچه که ECU میپره و بایستی حتما دانلود بشه این ECU تا برگرده. میام اینجا میذارم روی Select Flash ST10FD273 تایید رو میزنم و چون خودرویی که پیش ما اومده بود پراید بود و تبدیل شده بود این دامپ این ECU، میام 1300 نوئیمو دوباره انتخاب میکنم
و اگر دقت کنین که سخت افزارم همون سر جاش هنوز و توی دامپی که اینجا دارم 1300 چیده شده. ریختن برنامه رو میزنم و شروع میکنه 1300 رو روی این ECU دانلود کردم. منتظر میمونم تا تموم بشه. دانلود این ECU هم تمام شد و به پایان رسید. سویچ میبندیم و بعد مجددا بازش میکنیم و تمام چراغایی که مربوط چراغ چک و 5 ولت و رله و رله پمپ بنزین هست دارم و ECU راحتی هم روشن میشه. یه ECU دیگه بیارم، ECU زیمنس بیاریم، یه زیمنس CIX48 بیارم و راجع به این ECU هم یه توضیحات مختصری بدیم ببینیم به چه صورت هستش. یه ECU CIX48 وصل کردم. شناسه ECU رو بزنیم. زیمنس CIX48 405 وال فیول تایید و مشخصات محتویات داخل ECU رو بهمون میده، بوتش، نرم افزارش و کالیبراسیونش CA2 KK DC5 تایید. خب اگه دقت کرده باشین اینجا یک بار دیگه میزنم اینو. ECU از نوع غیر قابل دانلود میباشد، برای ما توضیح داده و وقتی تایید رو میزنم دقت کنین اینجا هیچ چیزی تغییر نمیکنه، نه دیوایس تغییر کرد برام و نه ایپرامی که و نه محتویاتی که اینجا داشتیم، دامپی که اینجا برای ECU قبلی باز کرده بودیم، هیچ کدوم اینها تغییر نکردن. خب پس این ECU قابلیت دانلود ندارد و اگر من ریختن برنامه رو بزنم مسلما یا نباید بره و یا اگر هم بره ECU رو پروندیم و چراغ چک نخواهد داشت. تایید. میام اینجا. خب تنها راه حلی که این ECU رو من بتونم پروگرامش کنم یا بخوام بخونمش، دانلودش کنم یا ریمپش کنم چی است؟ بس بیام توی انتخاب قطعه، کلیک میکنم، میام روی قسمت ECU پروگرامر، روی قسمت KTag و CIX48 رو انتخاب میکنم. زیمنس CIX48 29400 KTag HV. اگر دقت کنین یه سری از این ECU ها جلوشون HV نوشته میبینین و یه سری دیگه جلوشون HV ندارد. اینا چی هستن؟ اونهایی که جلوشون HV دارد میتونیم بدون نیاز به باز کردن ECU رو پروگرامش کنیم از طریق برد KTagی که از شرکت میتونین تهیه کنین و از شرکت خریداری کنین. از طریق اون میتونین KTag رو انجام بدین، عملیات KTag رو روی ECU بدون اینکه نیاز باشه اون ECU رو بازش بکنیم. ولی اونهایی که جلوشون HV ندارند بایستی حتما ECU رو باز کنیم و تنها قسمتی که ازشون نیاز داریم قسمت PCF4 شون هست که بایستی مطابق این شکل PCF4 مون رو از طریق مقاومت 470 ohمی وصل کنیم، یک طرفش رو به بدنه، یعنی یک مقاومت 470 ohمی نیاز داریم که یک طرفش به بدنه وصل بشه، به GND وصل بشه و یک طرف دیگهش به PCF4 جایی که به PCF4 لعین میشه. شما اگر که تو قسمت JTAG ECU ها مختلف بریم ببینین جایی که PCF4 رو مشخص کرده میتونیم یه مقاومت به اونجا لعین کنیم و پایه دیگه طرف مقاومتش رو اون مقاومت رو پایه‌اش رو لعین کنیم به GND یا به بدنه و بتونیم ECU رو پروگرامش کنیم. توی تمام ECU های دیگه‌ای که به غیر از HV هستن شما اگر نگاه کنیم ولو PL4 توی این قسمت ما ولو PL4 داریم، ولو GIC4 داریم، بوش ME745 داریم، بوش 797 داریم و یه سری ECU های دیگه‌ای که قابلیت KTag کردن رو دارند، ولی بایستی بیایم اینجا حتما از طریق این مقاومتی که اینجا عکسش رو داشتیم GND مقاومت رو وصل کنیم، یه طرفش رو به GND و یک طرفش رو هم به PCF4.
خب این ECU چون HV هست میتونم از بورد کیتگ استفاده کنم. میام بورد کیتگ رو وصلش میکنم. بورد کیتگ رو وصل کردم. اون طرف بورد کیتگم رو هم وصل میکنم به ECU کیت، به دستگاه پروگرامرم و یه آداپتور داره، آداپتورش هم وصل میکنم و یک بار دیگه میام اومدیم اینجا مشخص کردیم ECU پروگرامر، کیتگ، زیمنس CX48 29F400 کیتگ HV و تایید رو میزنم. تایید. و اینجا هم توضیح داده که به چه صورت میتونین این عملیات انجام بده. اگر از این بوردی که اینجا داریم میبینیم، اگر از این بورد نداشتیم میتونیم به چه صورت ولتاژ رو ایجاد کنیم و استفاده کنیم که خیلی سخت هستش. بنابراین بهتره یه بورد کیتگ رو تهیه کنیم. خب اینجا اگه دقت کنین دقیقاً عین زمانی که دسترسی سطح بالا داریم مثل JTAG یا مثل ریختن و پاک کردن IC، اینجا هم میتونم این IC رو، این ECU رو به راحتی میبینین زیمنس CX48 کیتگ HV به راحتی میتونم پاکش کنم. میام ابتدا محتویات داخل IC فلشش رو پاک میکنم. قطعه پاک خواهد شد. آیا میخواهید ادامه دهید؟ بله ادامه میدم. منتظر میمونم تا قطعه پاک بشه. پاک کردن قطعه به پایان رسید. برای اینکه مسلما بدونم که این ECU محتویات داخل IC فلشش پاک شده یا نه، پاک بودن رو هم میزنم که مطمئن بشم که محتویات داخل IC پاک شده یا نه. همونطور میبینید قطعه خالی و بدون برنامه‌ای باشه، یعنی محتویات داخل IC فلش کاملا پاک شده و بدون هیچ گونه مشکلی پاک شده. تایید رو میزنم. خب من میخوام برنامه جدید رو بریزم روش، ولی دکمه ریختن برنامه غیر فعاله. خب به این دلیل هست، یا بایستی بیام از باز کردن فایل برم دامپم رو انتخاب بکنم و یا از قسمت انتخاب تبدیل بیام دامپ مناسبی که نیاز دارم بریزم روی اون ECU رو انتخاب بکنم و بریزم. انتخاب میکنم، همون اولی رو انتخاب میکنم، تایید. و اگر ببینید دکمه ریختن برنامه برام فعال شد. روی دکمه ریختن برنامه کلیک میکنم تا شروع کنه به پروگرام کردن. منتظر میمونم تا تموم بشه. همونطور که میبینیم پروگرام کردنش هم تموم شد و من برای اینکه مطمئن بشم دامپی که اینجا باز کرده بودیم و اون دامپیه که داخل آیسی فلش این ECU ریخته شده با هم دقیقاً یکی هستن یا خیر، میام اینجا مقایسه با قطعه رو هم میزنم که مطمئن بشم دقیقاً با هم برابرن محتویات. منتظر میمونم تا تموم بشه. محتویات قطعه با بافر یکسان می باشه. این دقیقاً محتویاتی که ریخته داخل آیسی فلش این ECU با محتویاتی که اینجا توی دامپ این صفحه مشخص بود، توی بافر اینجا مشخص بود، دقیقاً با هم یکی هستن و چون این ECU فلش داخلی بود فرقی براش نمیکنه. در هر صورت
اطلاعات روی آیسی فلش ریخته میشه، چه فلش داخلی باشه چه فلش خارجی باشه. در هر صورت آیسی فلش رو دارد، ممکنه روی بورد باشه که بهش میگیم فلش خارجی و یا داخل آیسی میکرو باشه که بهش میگیم فلش داخلی. این تقریبا مختصر راجع به عرض به حضورتون که نرم افزار ایسویکیت صحبت کردیم و امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه. بنده واسعی هستم، حالا باز افتخار اینو داشتم که تهیه این کلیپ رو به عهده بگیرم و براتون ضبطش کنیم و شما عزیزان بتونید ازش استفاده بکنین. در صورت نیاز هم اگر نیاز به پشتیبانی و یا انتقاد و پیشنهادی داشتین میتونید با شماره تلفن پشتیبانی شرکت 021 66 57 70 17 تماس حاصل کنین، تماس بگیرین و نسبت به پیشنهادتون، انتقادتون و یا رفع مشکلی که دارین بابت پشتیبانی اقدام کنین. متشکرم. خداحافظ شما.